خب ما هدفمون از برگزاری این کارگاه این هستش که در واقع سعی بکنیم مفاهیم تکاملی رو و به طور کلی خود مفهوم تکامل رو هرچه بیشتر بیاریم در ساحت زندگی معمول و مفاهیم غیر زیستی وارد بکنیم. همونجور که جلسه پیشم صحبت شد، این اقدام اینچنینی تقریبا از زمانی که نظریه تکامل ارائه شده آغاز شده و خیلی‌ها تلاش کردن که این نظریه رو در عرصه‌های دیگه به کار ببرن که بعضی اوقات نتایج خوبی داشته، خیلی اوقات هم نتایج خوبی نداشته. شاید البته یه مقدار زیادیش برمیگرده به درکی که اون دوستان و افراد داشتن از مفهوم تکامل. باز جلسه گذشته خیلی راجع به این بحث کردیم که مفهوم تکامل دچار کج‌فهمی‌های بسیار بسیار زیادی شده. شاید یک دلیل مهمش به خاطر پیچیدگیه که این مفهوم داره و در ذات خودش خود کلمه تکامل این در واقع حالت متناقض رو در واقع داره. بر همین خیلی لازمه که ما وقتی میخوایم استفاده بکنیم از مفاهیم تکاملی که کاملا مبتنی هستن بر یک سری تعاریف زیستی خیلی دقیق باشیم، تا جای ممکن اطلاع داشته باشیم از یک سری چیزهایی که لازمه، حالا نه دقیقاً جزئیات ولی مبانی زیستی رو تا یک حدود زیادی بدونیم، برای اینکه بتونیم درک درست‌تر و بهتری داشته باشیم. البته یک نکته رو همین الان بگم و این رو توجه داشته باشید که اینی که میگم مفاهیم زیستی رو بدونیم که درک بهتری داشته باشیم، درست‌تری داشته باشیم، این به این معنی نیستش که اگر یک نفر زیست شناس باشه، حالا در هر شاخه‌ای، لزوماً مبحث و درکی که داره از تکامل ارائه میده درک درست‌تری هست. ما یک سری موارد رو مطرح میکنیم و سعی میکنیم یک چارچوبی برای خودمون درست بکنیم از درک مفاهیم تکاملی که بهمون کمک بکنه پدیده‌های متفاوت رو که ممکنه جنبه زیستی نداشته باشن، جنبه اجتماعی داشته باشن، جنبه اقتصادی داشته باشن، جنبه سیاسی داشته باشن. حتی اخیراً خیلی از دوستان اساتید بزرگوار توی زمینه‌های دیگه‌ای مثل حوزه‌های مثلا هنری، زیبایی شناختی، روانشناختی، اینها هم وارد میشن و این مباحث رو مطرح میکنن که خب بسیار خوب هست اگر منطبق باشه بر اون چیزی که مفاهیم بنیادی و صحیح تکاملی هست. ما تلاشمون دوره اینه که یک همچین درکی رو بتونیم ایجاد بکنیم. برای همین بحث پیوستگیش هست. این دوره کاملا یک دوره مقدماتیه، یعنی ما سعی میکنیم تا جایی ممکن این مفاهیم مطرح کنیم. دوستان علاقه‌مند که دوست دارن این مباحث رو به صورت تخصصی تر دنبال بکنن، اون موقع دوره‌های تخصصی تری رو بذاریم توی زمینه‌های مختلف، بعضا اون قسمت‌هایی که ممکنه علاقه هم بیشتر وجود داشته باشه توی دوستان، به علاوه یه سری مباحث پایه‌ای. چون واقعیت اینه که تکامل به شکل امروزیش، به شکل نظریه امروزیش، همونجوری که جلسه پیشم گفتم، بسیار وابسته هست مثلا به علم ژنتیک، به مفاهیمی که توی علم ژنتیک هست و اگر یکی کاملا از اونها بی اطلاع باشه قطعا نمیتونه درک خیلی صحیح و خوبی پیدا بکنه نسبت به کل مفهوم تکامل. برای اینکه ما بخوایم به این هدف برسیم، با تأکید بر اینی که تکامل بنیانهای زیستی بسیار قوی داره و یک نظریه‌ای با خاستگاه زیست شناسی و تا یه حدود زیادی زمین شناسی و دیرین شناسی هست، ولی لازم داریم که تعریفی ارائه بدیم از مفهوم تکامل که نه اینکه وابستگی نداشته باشه به اون خاستگاه زیستی، ولی تا یه حدودی این در واقع ارتباط قطع شده باشه.
و ما بتونیم جنبه غیر زیستی تکامل رو هم درک بکنیم که وقتی داریم راجع به تکامل صحبت میکنیم و نمیخوایم مفاهیم زیستی رو خیلی درش تحلیل بکنیم، خب چه درکی باید داشته باشیم؟ جلسه گذشته در انتهای جلسه یک جمع‌بندی کلی من انجام دادم. حالا دوستانی که نبودن، من حتما فیلم جلسه رو در اختیار دوستان قرار میدم که بتونن از داخل همین سامانه محیط دسترسی داشته باشن ببینن. ولی ما اومدیم یک تعریف ارائه دادیم، گفتیم ما تکامل عملاً با یک پدیده‌ای سر کار داریم که به نظر میرسه به صورت داخلی و ذاتی، حداقل که به نظر میرسه، نظر من این نیستش که واقعا همچین تناقضی وجود داره، ولی به نظر میرسه که دچار یک تناقض درونیه. برای من البته این تناقض خیلی چیز شیرین و حتی بتونم بگم شکوهمندیه، ولی حالا ممکنه بعضی همچین دیدی نسبت بهش نداشته باشن. ما گفتیم که موجودات عملاً یک بخش ثابت دارن. خب گفتیم از کلمه ثابت استفاده میکنیم برای اینکه متهم نشیم به یه جنبه‌های ذات‌گرایانه. از این کلمه ذات استفاده نمی‌کنیم، من خودم خیلی دوست ندارم از این کلمه استفاده. یک جنبه ثابتی دارن. این رو هم تکرار کردیم و گفتیم نظریه تکامل یه چیزی حدود 50 سال بعد از معرفیش در 1859 نه اینکه مورد استقبال و توجه نبود، ولی قدرت آنچنانی پیدا نکرد. اونم به خاطر این بود که در بنیانش سری اشکالات وجود داشت. دقیقاً مسئله این بود که اون بخش ثابت موجودات رو به نظر میرسه که نمیتونست توضیح بده. تکامل در اون برداشت ابتداییش میگفتش که خب بله این موجودات تکامل پیدا کردن، یعنی تغییر کردن، یا از کلمه دیگه که موقع استفاده میشد که فارسیش تطور بود، به این معنی که اینا یک تغییراتی پیدا کردن و تبدیل شدن به موجودات زنده دیگه. حالا میگم با شکل تغییرش و اینا اصلا کاری نداره. این چیزی بود که به صورت سنتی تکامل برداشت میشد. یه سری چیزا رو هم داشت، گفتیم که بحث غیر هدفمند بودن اصلی ترین و مهمترین چیزی بود که در نظر داروین وجود داشت، چیزی که باعث شد نزدیک 2 دهه تردید داشته باشه در اینی که این نظر رو مطرح بکنه. دقیقا همین موضوع بود که خودش اینو درک میکرد که ارائه نظریه برخلاف اون چیزی که اولش راجبش تبلیغ میشد، به خصوص در دنیای اسلام و در ایران روش خیلی مانور داده میشد که نظم رو نمیتونه توضیح بده، ما نمیتونیم بگیم چطور این جهان انقدر منظمه. داروین هم اینو درک میکرد که خیلی با نظم کاری نداره، اونو میشه یه جوری با تکامل توضیح داد. هدفمندی رو نمیشه توضیح داد. وقتی شما هدفمندی رو نتونید توضیح بدید، تقریبا هیچ چیز متافیزیکی رو نمیتونید توضیح بدید، چون همه باورهای متافیزیکی یک جوری غایتمند و غایت باور هستن و این نکته اساسی و کلیدی داخل همشون. پس این نکته مهمی بود توی داستان هدفمندی. ولی اون چیزی که باعث شد بعد از اینکه نظریه ارائه شد، میگم حدود 50 سال تا ابتدای قرن 20 که نظریه در واقع وراثتی مندل مطرح شد و یک جوری به صورت علمی امکان توضیح اون قسمت ثابت موجودات، اون چیزی که باعث میشه، گفتم یک موش زادش حتما موش باشه، یک گربه زادش گربه باشه، یه چه میدونم خرس زادش خرس باشه، یک انسان زادش انسان باشه، اون وقتی قابلیت توضیح پیدا کرد، این نظریه ترکیبی جدید یه قدرت تبیینی خیلی زیادی پیدا کرد و اصلا وارد یه فاز دیگه ای شد. حالا پس اینا رو دفعه پیشم گفتم، الانم تکرار کردم برای اینکه این رو به این نتیجه برسیم که اتفاقا با وجود اینی که تکامل داره راجع به تغییر صحبت میکنه، راجع به تبدیل، راجع به تطور،
به طور کلی یه چیز غیر ثابت صحبت میکنه و میگه موجودات اون ثباتی رو که ما فکر میکنیم ندارن، ولی در واقع در عمل در طول تاریخ و زمان اونجایی که میرفت با باورهای آدم دست و پنجه نرم بکنه، حتی اون کسایی که این باور رو پیدا کرده بودن به تکامل هم اینو متوجه میشدن که خب اشکال نداره، ما تکامل اینجوری میپذیریم. شواهد فسیلی رو به ما نشون میدن، خیلی شواهد دیگه اینو به ما نشون میدن که موجودات تکامل پیدا کردن. چه میدونم، مثلا انسان قبلتر یه موجود ابتدایی تری بوده و بعد تبدیل شده به این موجود. این تکامل با توجه به همین چیزی که الان صحبتشو کردیم عملاً یک فراینده. درست؟ بله، مباحث که جدیده، گفتن من افسرده نکنین، داروهای آلزایمرم نایابه. نه، باید در این بافت فکری قرار بگیرید. اگر این کانتکست رو بتونید تا یه حدود زیادی درک بکنید و بعد یه جوری هضمش بکنید و از این منظر نگاه بکنید، اون موقع متوجه میشید که این سوالاتی که من امروز میپرسیدم یا یک سری بحثایی که مطرح میکردم اتفاقا خیلی سخت و پیچیده نبود. ببین همین این مواردی که میفرمایید، این باورهای اینچنینی که حالا توی دانشگاه، توی تحصیل، توی هر جایی که خوندید، جایی که باش مواجه شدید و مباحث تکامل رو مطرح می‌کردن برای شما ایجاد شده، اتفاقاً نقاط بسیار خوب و مهمیه، چون خیلی از کج‌فهمی‌ها از همین موارد حاصل میشه. یعنی یه بحث هایی که لزوما غلط نیست، مثل همین گزاری که الان شما گفتید، این لزوما گزینه غلطی نیست، خب، ولی نگاه این شکلی بهش غلطه. این دوباره اینو تکرار میکنم که یک سری از اینها اشتباه نیست، غلط نیست، خب، ولی اگه مطرح بکنید اتفاقا اینا جاهای بسیار خوبیه که من بتونم توضیح بدم و از این جاها وارد بشم و یک سری اون خطاهای بنیادی رو در نگاه و باور شما اصلاح بکنم. برای همین مشارکته به خاطر همینی که خیلی مهمه. مشخصا راجع به همین مبحثی که گفتید، توضیحی که میتونم بدم اینه که ببینید، اینی که یک ویژگی خب به اینجوری بیان بشه که این کار کرده تکاملی داره، این معنیش چیه؟ معنی منطقیش چیه؟ معنی منطقیش اینه که ویژگی های دیگه ای وجود دارن که اونها کارکرد تکاملی ندارن. درسته؟ وقتی تاکید بشه که یک سری چیزها این چنینی هستن. خصوصیت های وراثتی، سوال کردن منظور خصوصیت‌های وراثتی جانداران هر چیزی فرق نمی‌کنه. آره میتونه وراثتی باشه، به هر حال جنبه‌های کارکردی هم وراثتی هستن دیگه. خب مثال بزنیم واسه اینکه مشخص بشه. مثلا همتون گربه دیدید، خب اینکه گربه‌ها مدام خودشون رو مثلا چه میدونم لیس میزنن، مدام در حال این حرکت هستن، شما میتونید بگید این کارکرد تکاملی داره. خب ولی وقتی بگیم مثلا لیست زدن گربه کارکرد تکاملی داره، آیا معنیش اینه که مثلا یه کار دیگه‌ای که انجام میده، مثلا باز اگه گربه دیده باشید، گربه ها وقتی که یه جایی مثلا ادرار میکنن خاک میریزن، حتی اگه یه جایی بوی ادرار رو هم احساس بکنن، اگه ادرار نکرده باشن، حتی خاکی هم وجود نداشته باشه، این عمل در واقع ریختن خاک رو انجام میدن. خب چون شما میتونید متوجه بشید که این یک چیز حالا اصطلاحاً بهش میگن غریزی، باز نمیخوام وارد ماهیتش بشم، غریزی یه چیزی توی ژنش وجود داره که این کار رو انجام میده. خب آیا وقتی بگیم اون لیست زدن کارکرد تکاملی داره، معنیش اینه که این یکی نداره؟ میدونید، یا اون بیشتر داره این کمتر داره؟ این کج‌فهمی از اینجا حاصل میشه، چون واقعیت اینه که در یک نگاه خیلی خیلی مهم توی تکامل که بهش میگن نگاه کارکردگرایانه،
خب یا فانکشنالیستی دقیقاً با همه ویژگی ها این شکلی برخورد میشه که اگر یک ویژگی در موجود زنده الان هست و وجود داره، هر ویژگی هیچ فرقی نمیکنه، این ویژگی قطعاً یک زمانی در طول تکامل این موجود زنده و اون موجوداتی که این ازش تکامل پیدا کرده، این موجود زنده، این گونه‌ای که داریم راجع بهش صحبت میکنیم، این یک کارکردی در جهت بقای این موجود داشته. این اصله. میدونید این چیزی که دارم میگم. و وقتی این رو بدونیم، گفتن جمله اینی که فلان مثلا ویژگی، فلان کار کرد، فلان مکانیزم اینا کار کرده تکاملی دارن، این یه چیز بیهوده و بدون اطلاعات اضافه است. این چی میگم؟ و چیزی به ما نمیگه، مثل اینکه اصلا تو منطق به اینا میگن توتولوژی یا همانگویی. میدونید هیچ اطلاعات بیشتری به شما نمیده. متشکر از توضیحی که مجدد دادید. باز اینو لازمه بگم که این گزاره غلطی نیست. خب یعنی اگر یک کسی باور به تکامل هم داشته باشه، اینو بشنوه، من اینو مثلا بشنوم، میگم بله درسته، در این حد مشکل ایجاد نمیکنه. ولی برای یک کسی که میخواد به صورت تخصصی در حوزه تکامل کار بکنه مشکل ایجاد میکنه. دقیقا به همون دلیلی که اول گفتم. یعنی شما اگه به این باور پیدا کنید، اون وقت باید به این باور پیدا بکنید که یک سری ویژگی‌هایی هم داره که اینا کارکرد تکاملی نداره و این غلطه. خب هر ویژگی که شما در نظر بگیرید در موجود زنده این خاصیت رو داره. خب حالا موضوع اینه که درک ما نسبت به این مسئله اینه که مثلا خشم خب چیز منفیه، بعد میخوایم بگیم خب این چرا باقی مونده، این خشم منفیه، یه دلیل مثبت میخوایم در گذشته واسش پیدا کنیم. این اصلا رویکرد اشتباهیه، این اصلا مفهوم تکامل نیست. خب اگر یک چیزی باقی مونده و در گذشته در واقع خاصیتی داشته، در تمام طول اون زمانی که باقی مونده این خاصیتش مفید بودنش رو حفظ کرده. این چی میگم؟ اینجوری نیست که اون از بین رفته باشه الان دیگه لازم نباشه، ولی چون مثلا اون موقع ما این رو داشتیم در انسان‌های اولیه بوده، الان هم باید وجود داشته باشه. نه، تکامل همین الان هم در جریانه، اگه قرار باشه چیزی رو حذف بکنه حذف میکنه همونطور که کرده. و باز تاکید میکنم این یک اصله، این رو ما اصل در نظر میگیریم، برعکسش سواله. یعنی چی؟ یعنی اگر یک ویژگی داشته باشیم، یک ساختاری داشته باشیم، خب یه چیزی داشته باشیم که به نظر میاد این هیچ کارکردی نداره، اینه که برای ما سوال میشه که خب این چرا باقی مونده؟ مثل چی؟ مثل زائده دومی در پستانداران، همین راستقامتان مثل خود ما. خب که انتهای استخوان دنبالچه یه زائده هست که قبلا دم بوده. توی بعضی از در واقع انسان ها هم همچنان این خیلی برجسته و برآمده است. درست؟ توی بعضی ها خیلی کمتر شده. مثال یه خورده میکروترش مثل یه قسمت بسیار زیادی از مولکول دی ان ای که 90% رو شامل میشه الان، که این به نظر میرسه هیچ چیزی کد نمیکنه، حاوی هیچ ژنی نیست. و مطالعات اخیر نشون میده که نه، اتفاقا خیلی کارکردها هم داره. البته مطالعات هنوز در این زمینه خیلی ابتداییه، چون در واقع دهه‌ها تصور میشد که این به درد نمیخوره، اصلا اسمش رو گذاشته بودن جانک دی ان ای، یعنی دی ان ای به درد نخور، زباله، آشغال. بله اینکه نوشتن زائده دومانند رو دارن، یعنی بستگی داره که اون ژن در چه حدی فعال بشه. اگه مثلا از یه حدی بیشتر فعال بشه به نظر میاد اون دومو میتونه ایجاد بکنه. ولی کارکرد نداره. اینو دارم میگم واسه اینکه متوجه بشین که برعکسشه که مسئله است، یعنی سوال ایجاد میکنه و در واقع سوالهای تکاملی موضوع ایجاد میکنه برای مطالعات تکاملی. خب خیلی از مطالعات تکاملی که تو حوزه‌های غیر زیستی هم انجام میشه اتفاقا به همین جهت هست. یعنی که نه اینکه اینجوری نگاه بکنیم که با توجه به مثالی که زدید اینو صرفا دارم میگم، اینی که خشم حتما قبلا یه مثلا کار خوبی هم میکرده. نه،
اگه یه ویژگی الان مونده، اگه ما یه چیزی به اسم مثلا اضطراب الان داریم که این اضطراب در یه جاهای اینقدر میتونه شدید بشه که مثلا عملکرد قلب و مختل بکنه، یک نفری اصطلاحاً مثلا سنکوپ بکنه بمیره، که این از اضطراب ناشی میشه. خب این چه کارکرد تکاملی همین الان میتونه بازی کنه، نه اینکه قبلا چه چیزی داشته. این باز یک نگاه دیگه در واقع چی میگن تکاملی، یک نظریه دیگه تکاملی که در برابر اون نگاه فانکشنالیستی که میگه نه در گذشته بعد نگاه میکنیم، میگه نه اتفاقا همین الان هم مهمه که چه اتفاقی میفته، الان اهمیت بیشتری داره. در مورد سوال دوم، مبحث دوم، امروز بهش میرسیم توی بحث ثبات و تغییری که میخوام از اینجا ادامه بدم بحث رو، چون بهش میرسیم این رو الان راجبش توضیح میدم. توی قسمت اول که گفتید این گزاره صادق نیست، من گفتم اگر با این نگاهی که در واقع خانم فروهر گفتن این رو بپذیریم که بگیم یک سری ویژگی ها کارکرد تکاملی دارن، خب وقتی رو این تاکید بکنیم، برای یه سری ویژگی ها این رو تکرار بکنیم، این از نظر منطقی معنیش این میشه که یه سری ویژگی های دیگه هستن که اونا کارکرد تکاملی ندارن. درست؟ وقتی یه همچین تمایزی ایجاد میشه، وقتی این گزاره میشه یه گزاره غیر صحیح. خب دیگه این وقت گزاره صادق نیست که بگیم اینها کارکرد تکاملی دارن. در کل اشتباه نیست، بله این کارکرد تکاملی داره، ولی وقتی روش تاکید میکنید، وقتی اینجوری میشه که توسط یک سری اساتید مطرح میشه که دارن برای یه سری دانشجوها میگن، این خود به خود به صورت منطقی خب این ذهنیت رو ایجاد میکنه که خب پس یه سری ویژگی‌های دیگه هستن که ممکنه خیلی کارکرد تکاملی هم نداشته باشن. این جاست که اشتباهه، چون همه این ویژگی‌ها کارکرد تکاملی دارن، از ساده ترینشون تا پیچیده ترینشون، از اون چیزایی که ما اصلا اطلاعی ازش نداریم و نقش بسیار ساده‌ای بازی میکنن تا اون خیلی پیچیده تره. یه نکته، یک در واقع کج‌فهمی خیلی 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 مهم، خب که ربط پیدا میکنه دقیقاً به همین استدلال، به استدلال این چنینی رو الان براتون میگم، متوجه میشید که این چه فاجعه‌ای میتونه به بار بیاره توی بحث این شکل نگاه به تکامل. این رو ما اخیراً به خصوص به خاطر اینکه از نظر ابزاری امکان پژوهش در زمینه مغز خیلی گسترده شده توی سالهای اخیر، به خصوص تو همین 2 دهه گذشته، به خاطر پیشرفت‌های ابزاری خیلی زیادی که اتفاق افتاده، این گزاره رو نه اینکه قبلا نبوده، الان اینو خیلی بیشتر میشنوید که مغز چه اندام نمیدونم مهمیه، مغز مهمترین اندام مغز، نمیدونم. دقیقا شبیه همین مثالی که زدم، وقتی بگیم مغز اندام خیلی مهمیه یعنی که بقیه نیستن دیگه، یعنی که مغز یه ویژگی‌های خیلی منحصر به فرد داره، مثلا پیچیده‌ای داره که مثلا کبد نداره، طحال نداره، حالا مثال انسانیشو دارم میزنم، انگشت کوچیک شما نداره. این نوع نگاه باعث میشه که شما اتفاقا از همین چیزی که امروز میخوام در ادامه بهش بپردازم بسیار غافل بشید، و وقتی از این غافل بشید وقت درکتون نسبت به تکامل دیگه یک درک جامع و همه شمول نیست، و وقتی که این درک همه شمول وجود نداشته باشه نسبت به تکامل، بسیار بسیار مشکل ایجاد میشه. یعنی همون اتفاقی میفته که در مسیر رشد و توسعه بشری امروز داره میفته. احساس میکنیم که اگه بخوایم یه توی زمینه توسعه پیدا بکنیم، شما میتونید یه سری المان هایی که مربوط به اون هست فقط اون رو بگیرید توسعه بدید. الان تکنولوژی چیکار میکنه؟ دقیقاً همین کار رو انجام میده. یه جایی پیدا کرده، یک زبانی واسه خودش پیدا کرده که این زبان به عنوان زبان باینری 0 و 1، این به نظر میرسه که حالا جدای از طبیعت، با اون میتونه یه سری ابزار بسازه و با اون داره میسازه و پیش میره و این انسان‌ها رو دنبال خودش میکشه. خب معلوم نیست در آینده چه اتفاقی میفته. از من اگه بپرسید
آینده خوبی در انتظار نیست. ولی از دوستان اونایی که دارن تو این زمینه منفعت میبرن حتی نمیتونی سوال بکنید چون بهش فکر نمیکنن. میدونی این نگاه جامع، من بهش میگم همه شمول، خب به تکامل خیلی نگاه مهمیه. یعنی شما تو نگاه تکاملی که شاید یکی از ویژگی‌های منظر تکاملی، دیدگاه تکاملی، نگاه از زاویه و اون دوربین تکامل به هستی دقیقا همینه که شما هیچ چیزی رو جدا و فارغ از چیز دیگه ندارید. خب همون نظریه بال زدن پروانه و ارتباطش با مثلا طوفان‌های اقیانوسی شاید واقعا همین موضوع هست و این چیز دور از ذهنی نیست، با اینکه ممکنه خیلی بعید به نظر بیاد ولی هست. حالا بذارید از اینجا یه مقداری عبور بکنیم. امیدوارم این سوال‌ها تا یه حدودی بتونیم پاسخ بدیم، ولی میخوام وارد یک مبحثی بشم از این تعریفی که ارائه دادیم غیر زیستی که یه دفعه دیگه تکرار میکنم و بعد ازش عبور میکنیم پیش میریم. از اینجا عبور بکنیم. تعریف غیر زیستی که ما از تکامل ارائه دادیم در نهایت این بود که به نظر میرسه ما یک سری موجوداتی داریم، این موجودات زنده در اون تعریف موجود بودنشون دارای یک ثباتی هستن که این ثباتشون رو اون ماده ژنتیکشون، به همین قدر بیان ساده اکتفا میکنیم، اون ژنتیکشون داره تضمین میکنه واسهشون. همونجوری گفتم، یعنی به صورت ساده یه درخت ازش درختی شبیه خودش به وجود میاد، یه خرگوش ازش به وجود میاد. این در حد همین فعلا راجع به داستان ژنتیکش بدونیم کفایت میکنه. این قسمت‌های ثابت رو یک فرایندی وجود داره بهش میگیم تکامل. خب این ثابت‌ها رو این تکامل تبدیل کرده به همدیگه. یعنی یک ثابتی وجود داشته مثلا به اسم شامپانزه، این تونسته این فرایند، حالا با اون مکانیزمی که میخوایم بهش برسیم اون مکانیزم چیه که از اون مکانیزم بعد استفاده کنیم توی جاهای غیر زیستی، اینو در طی زمان تبدیل کرده مثلا به انسان. حالا این وسط خیلی جا بودن، این مستقیم نبوده، به یه سری مثلا نخستی ها که اونا هم چیز ثابتی بودن واسه خودشون، اونا مگه زاد و ولد میکردن ازشون همون نخستی به وجود می اومده، همون در واقع حاصل می شده. ولی تکامل به نظر میاد که کارکردش اینه تبدیل یک چیزی که ثابته، این ثبات رو داره که شما اسمش رو بتونید بذارید این انسان، این سگه، این ببره، خب به یک موجود دیگه طی زمان. و این تناقضه توی این تعریف هست که خب چرا ما بهش میگیم ثابت اگه امکان تغییر داشته؟ درست؟ اگر که میگیم ثبات داشته این یه چیزی بوده پس قاعدتا نباید تغییر میکرد. اگر تغییر کرده پس از ابتدا هم تغییر ناپذیر بوده، تغییر پذیر بوده، میتونسته تغییر بکنه. یه دفعه دیگه تکرار میکنم، پرسیدن چی شد؟ یه موجود به یک موجود دیگه، یه موجود ثابت که برای خودش یک ویژگی هایی داشته، خب یه موجود جدید که از این قبلی تکامل پیدا کرده، این هم واسه خودش یک ویژگی هایی داره. این دوتا یه موجود هم نیستن، با هم فرق میکنن. کاری که تکامل کرده اینه که این موجود با ثبات رو تبدیل کرده به این موجود با ثبات دیگه. دیدگاه قبل از تکامل، دیدگاه فیکسیسم، خب یا ذاتگرایی، ثبات باوری، چی میگفت؟ میگفت این موجود ثابت همین شکلی خلق شده، بسیار دقیق، بسیار منظم توسط یک خالق توانا و آگاه و به همه این جنبه‌های نیازهای این همینجوری خلق شده. این یکی موجود هم همین شکلی دقیقا خلق شده. نگاه تکاملی میاد میگه که نه، اینجوری نیست. شواهدی هست که به ما نشون میده که این موجودات ثابت نیستن، تغییر میکنن. خب که این شواهد فسیلیه، درست؟ که
این موجود تغییر کرده، تبدیل شده به این موجود. عملا اتفاقی که داره میفته آره مثل میمون به انسان. حالا مثال‌های دردسر آفرین برای من درست نکنید. ببینید اینها بعدا ممکنه به علیه خود آدم استفاده بشه، ولی آره همین طور دقیقا این موجود تبدیل به این موجود. این خب کار عجیبیه دیگه، این چیز باور عجیبیه. شما باید یه مکانیزمی واسه این ارائه بدید. اگه نتونید این مکانیزم رو ارائه بدید، همون شکلی میشه که جامعه عادی با تکامل برخورد میکنه. جامعه عادی این دغدغش نیست، به نظر میرسه خیلی هم واسش مهم نیست، اینجوری هم نگاه نمیکنه، چون همین موضوع رو نمیتونه تا یه حدود زیادی هضم بکنه. خب برای همینه که ما لازمه راجع به این صحبت بکنیم که اصلا زندگی تکاملی چه شکلیه، چون به نظر میرسه که باور عمومی رو دارم میگم، خیلی به تکامل از این منظری که دارم میگم اعتقادی نداره، صرفا یک نظریه علمی میدونه و خیلی هم بهش در واقع توجه نمیکنه در زندگی معمول. گفتن در واقع هیچ کدوم از موجودات ثابت نیستن، ما چون داریم در یک مقطع زمانی کوتاه مشاهدهشون میکنیم آنها رو ثابت میبینیم. آره این رو میتونیم بگیم، ولی خب صرف مقطع زمانی هم حتی صرفا نیست دیگه، چون اگه صرفا بحث زمانی بود، تو همین زمان اگه یک گونه‌ای وجود داشت شما همه اون گونه رو باید یه شکل میدیدید، ولی همین الان هم اینجوری نیست. یعنی شما تو انسان ها یک طیف قدی متفاوت از خیلی کوتاه تا خیلی بلند رو دارید. پس این لزوما وابسته به زمان نیست، ولی این در زمان بیشتر میتونه خودش رو نشون بده، به خاطر اینی که اون برآیند موجود بله در زمان تغییر میکنه. این اگر الان میانگین مثلا قدی انسان ها فرض بکنیم مثلا 170 سانته، این طی زمان این میانگین میتونه افزایش پیدا کنه یا کاهش پیدا کنه، ولی این به این معنی نیستش که الان همه انسان ها 170 سانتن دیگه. بله من با این نظری که گفتم که بیشتر تصور میکنم این مسئله ناشی از اینه که نظریه مثل تکامل آورده خاصی در روزمرگی انسان نداره. آره دقیقا همینطوره. موضوع اینه که نگاه‌های غیر تکاملی اینقدر غالبن خب و اینقدر کارکردهای نمیتونم بگم مهم، خب ولی کارکردهایی دارن که نتایج اون کارکردها غلبه میکنه بر نگاه تکاملی. خب حالا یه چیزیه که احتمالاً جلسه آخر بهش خواهیم رسید، جلسه 4 از این دوره، راجع به همون داستان هدفمندی که خب ما میگیم هدفمندی نیست و الان با صحبتایی هم که طی حالا ادامه این جلسه و جلسه بعد بکنیم این رو خواهید دید که اصلا شما هر کجای تکامل اگر یه چیز رو به عنوان هدف وارد بکنید یا اگه وارد میشد و اینجوری بود که برای اون هدف کار بکنه، چه فاجعه‌ای در روند تکامل ایجاد میشد. خب با وجود آگاهی از این موضوع آیا ما حاضریم در زندگی که امروز داریم توی جامعه‌ای که آدم‌ها همه کارشون رو هدفمند انجام میدن، یعنی اصلا احساس میکنن کسی که هدف نداره آدم نیست، یعنی در این حد، خب آیا شما حاضرید این ریسک رو بکنید و بدون هدف زندگی بکنید؟ این جلسه این نخواهیم بهش رسید توی این جلسات، ولی شاید یه روزی لازم باشه که مثلا یه کلاسی راجع به این بذاریم که اتفاقا تقریبا همه دستاوردهای بشر، نمونه انسان‌هایی که به نظر موفقن، همه اینها رو وقتی نگاه میکنی ببینید اینها هیچ کدومشون اون جایگاهی که بهش دست پیدا کردن رو با هدف و برنامه ریزی خاصی بهش نرسیدن. شما اگر که یک هدف این چنینی داشته باشید در زندگی، هر جنبه‌ای از زندگی، هیچ فرقی نمیکنه، در بهترین حالت تبدیل میشید به یک ورژن خوب از قبل موجود و امتحان شده در اون هیته.
می‌دونید؟ و این خوب بودن در یه هیته‌ای که از قبل وجود داشته، این هیچ وقت باعث هیچ پیشرفتی نخواهد شد. در نهایت یه رقابت کاذب ایجاد میکنه، مثل همین اتفاقی هم که افتاده. حالا میشه بعداً راجبش خیلی صحبت کرد. الان میشه بحث انحرافی حداقل تو این زمان واسمون، من همین نمیخوام بهش بپردازم. هر چقدر که بیشتر گیج بشید بهتره ها. این نشون میده که ما دست روی نقاط مهمتری گذاشتیم و وقتی اون نقاط مهمتر باشن، باز معنیش اینه که تغییرشون، فروریزششون میتونه باعث در واقع ساخت بناهای بهتری با قوامتری بشه. من همین من خودم خیلی باهاش مشکل ندارم که هم گیج بشیم. بعضی وقت من خودم هم این اتفاق واسم میفته، بعضی چیزایی رو میبینم که گیج میشم. خب پس اینو الان متوجه شدیم. نقدی دارم، به نظرم انسان هی موفق هدفمند هستن، اما به چارچوب فکریشون اکتفا نکردن، بلکه به خلاقیت تونستن پیکربندی ذهنی جدیدتر و کاراتری انتخاب کنن. حالا بعدا میشه راجع به این موضوع صحبت کرد. من نقد رو میپذیرم و حالا میتونیم راجع بهش صحبت بکنیم بعدا. خب این قسمت تعریف. خب که گفتیم موجود ثابت، تکامل اومده این موجود ثابت به ظاهر ثابت رو تبدیل کرده به این موجود به ظاهر ثابت. خب حالا سوالی که ایجاد میشه اینه، یه موجود خب باید چقدر ثابت باشه خب که ما بهش بگیم ثابت؟ خب این حد ثابت بودن رو توی نگاه تکاملی، توی نگاهی که از تکامل تعریف داریم میکنیم، چی به ما میده؟ چی به ما نشون میده؟ خب آیا نظری در این مورد دارید؟ با سوال تکرار میکنم، این موجود ثابت تبدیل به این موجود ثابت، این که همین دوتا نیستن. داریم میگیم تکامل یه چیزیه از اون زمانی که حیات ایجاد شده تا الان ادامه داره. یعنی همه موجودات زنده‌ای که امروز روی کره زمین وجود دارن، اینها در واقع نسل‌های بعدی اون سلول اولیه و ابتدایی هستن که به وجود اومده. پس این موجود ثابته که یک زمانی همون سلول اولیه بوده، یه زمانی الان ما هستیم به عنوان انسان. هی این تبدیله این وسط اتفاق افتاده دیگه. پس ما با یک سلسله پیوسته طرفیم. خب حالا تو این سلسله پیوسته این حد تعیین کننده برای اینی که ما به یه موجود بگیم خب این الان ثابته، ما به این میگیم موجود، به این میگیم یه گونه، به این میگیم مثلا انسان، به این میگیم موش، خب به این میگیم موش کور. این حد رو چی تعیین میکنه؟ آیا هیچ ذهنیتی نسبت بهش داریم؟ صحبتی که سه نفر دوستان کردن، حداقل برداشتی که من ازش داشتم این بود که یکی از دوستان آقای ساغری اشاره کردن به این که خب باور عمومی چه شکلیه که یک موجود رو اون موجودی که تعریف شده هست میبینه و به نظر میرسه که نمیتونه خارج از این چارچوب ببینه و فکر بکنه که واقعا این شکلی هست. یعنی ما سیستم جامعهمون، کاری ندارم مثلا به سیستم روانمون، بعضی اوقات ممکنه تخیلات آدم‌ها رو بتونیم درک بکنیم. یعنی یکی صحبت تخیلی یا در یک جنبه توهمی بکنه بتونیم درک بکنیم، ولی اگه اون توهم رو خیلی بخواد بیاد با قاطی واقعیت و زندگی بکنه که همه باهاش در تماس هستیم، اون موقع دیگه نمیتونیم بپذیریم. احساس می‌کنیم این از کانتکست خارج شده، باید باش برخورد کنیم. بر همینه که شیزوفرنی میشه یه بیماری روانی، در حالی که اون آدم صرفا داره دنیا رو یه شکل دیگه می‌بینه که شبیه ما نیست. چرا بهش میگیم بیماری؟ به خاطر اینی که اون قابلیت رو پیدا کرده که یک
برداشت دیگه ای از واقعیت داشته باشه. حالا کاری ندارم که اون واقعی هست یا نه، الان نمیخوام راجع به واقعیت بحث کنم. و این با اون چارچوب کلی جامعه تضاد داره. خب من برداشتی که کردم از این صحبت اینه و درسته. دو تا دوست دیگه‌مون خانم فورا و خانم وحید هم صحبت که کردن، هم این چارچوب اشاره کردن، همون قسمت حالا ژنتیکی. من با ودیعش هیچ چیزی ندارم، قرابتی ندارم، ما چیزی رو ودیعه نداریم، اینا همش جمعی تکاملیه، در همین روند تکاملی ایجاد شده. ولی بله، اون چیزی که تعیین میکنه که اون موجود تو چه بازه‌ای بتونه اون ثباتش رو حفظ بکنه، اون چیزی که به عنوان ژنتیک داره، در این هیچ تردیدی نیست. خب ولی اون سوالی که من پرسیدم یه مقدار با این داستان متفاوته. یعنی چی؟ سوال من این بود که اون حد ثباته آیا یک چیز دقیق و مشخصه، خب قابل تعریفه و چی تعریفش میکنه؟ خب جواب خیلی ساده به این سوال همین چیزی بود که نوشتن، تولید مثل. ببینید شما اونجایی که من از اولی من تاکید کردم که موش بچهش میشه موش، گربه میشه گربه، این خیلی نکته مهمیه، خیلی باور عمیقی برای ما به نظر میرسه در ذهنمون ایجاد میکنه و کرده. خب ما اصلا نمیتونیم اینو تصور بکنیم که یک موجودی خب مثلا زادش بشه یک موجود دیگه. این اصلا در باورمون نمی گنجه. اینو بذارید در کنار این داستان. خب اون تعریفی که گفتم، یعنی موجود ثابت فرآیند تکامل اومده این موجود ثابت رو تبدیل کرده به این. چه نتیجه ای از این میتونیم بگیریم؟ یعنی که شما یه چیزی دارید به اسم تولید مثل که وقتی این تولید مثل وجود داره، حد ثبات تولید مثل قرار میدیم. حتی در حوزه، یعنی کاملا دیدگاه تخصصی زیستی هم، اصلا تعریفی که برای گونه ارائه میشه، گونه اون واحدیه که ما بهش میگیم واحد ثابت. یعنی در تعریف تخصصی زیستی گونه همین چیزیه که من به عنوان ثابت اینجا نشون میدم، خب که یه اسم علمی داره، یه چیز مشخص داره، از اون فقط همون حاصل میشه و به وجود میاد، به این میگن گونه. تعریف این گونه چیه؟ میگه یک اعضای یک گونه یعنی موجوداتی، ایندیویژوال هایی، افراد منفردی که اینا پتانسیل قابلیت تولید مثل، یعنی جفتگیری با هم و ایجاد فرزندها، زاده های زایا دارن. زایا یعنی چی؟ یعنی اونها هم میتونن با موجودات دیگه همون گونه تولید مثل کنن، زاد و ولد کنن و باز فرزندان اونها هم زایا بشه. ببین این تعریف کاملا بسته است. یعنی اگه یه چیزی باشه که از این خارج بشه اون گونه نمیشه. مثل خیلی مثال سادهش اسب، قاطع، اسب و الاغ، این بچهش میشه قاطع. این امکان جفتگیری وجود داره ولی قاطع عقیمه، قاطع نمیتونه داشته باشه، برای همین اینا یک گونه محسوب نمیشن. درست؟ با این مثالی که زدم اینو در نظر بگیرید. یعنی ما به نظر میرسه با وجود اینی که خب فرایند تکامل رو دقیقاً داریم بر اساس ژنتیک و ژنتیک رو بر اساس تولید مثل تعریف میکنیم، با دو تا چیزی مواجهیم که اینها نه اینکه به هم ربط ندارن، حداقل چیزی که میشه درباره‌شون بیان کرد اینه که هم جهت عمل نمیکنن. یعنی توی این موجود شما یه فرآیند تولید مثل داری که این تولید مثل انجام میشه، اینو میچرخونن واسه اینکه نشون بدن تولید مثل یه فرآیند سیکلی تکراریه. تولید مثل انجام میشه و این تولید مثل هی از توش مثل خود این در میاد. ولی فرایند تکامل با همین تولید مثل کاری انجام میده، خب کاری میتونه انجام بده که این رو تبدیل بکنه به یک موجود، یک ثبات دیگه، یک گونه دیگه که این هم اتفاقا تولید مثل بکنه، همون مثل خودش رو ایجاد میکنه. این مثال شاید یه خورده اینو بیشتر نشون بده. ببینید یه سری جاها این بحث ثبات و تغییر و نامگذاری، چون گونه وقتی راجعش صحبت میکنیم یک شکلی از نامگذاری محسوب میشه که اصطلاحاً بهش میگن در واقع نامگذاری علمی، scientific nomination. خب
که با یک سری ویژگی‌هایی دقیقاً مشخص میکنه اون تیکه ثابتی که ما میخوایم راجبش صحبت بکنیم در طبیعت چیه. و خیلی نکته مهمیه، یعنی وقتی این امکان نامگذاری این چنینی فراهم شد بود که در واقع زیست شناسی یه جوری تبدیل شد به یک علمی که وقتی صحبت میکرد معلوم بود دقیقاً داره راجع به چی صحبت میکنه. چون قبلا ها که این شیوه نامگذاری این شکلی نبود، مثلا شیوه های قدیمی تر چیز بود، مثلا ما قبل لینه‌ای وجود داشت، بعضی اوقات آدم ها زیست شناس ها راجع به چیزهایی با هم بحث میکردن که لزوما یه چیز نبود، یعنی این یه چیز در ذهنش بود، زیست شناس دیگه یه چیز دیگه. خب و این اسم گذاری علمی این رو دقیقاً آورد تو یک ساحتی که ما دقیقاً بدونیم که آقا من دارم راجع به همون چیزی صحبت میکنم که تو هم داری صحبت میکنی، راجع به این مثلا جنس، این گونه، این خانواده، این رده، این رسته، میدونی. و این میخوام اهمیتش رو بدونین که چقدر مهمه. یه جور نامگذاریه. اون جایی که ما نامگذاریامون جنبه مصنوعی داره، یعنی داریم برای ابزارهای مثلا دست بشر نامگذاری میکنیم، برای یه سری ویژگی هایی که خودشون مستقلاً و مشخصاً تولید مثل انجام نمیدن، ممکنه یک اعضایی از موجودات زنده باشن، خب ولی مستقیما تولید مثل انجام نمیدن. وقتی برای اونها نامگذاری انجام میدیم، میبینیم که وقتی این حدزن ثبات که گفتیم تولید مثله، در واقع تولید مثل به این معنی که تولید مثل خوده، این به اون معنی ریپروداکشنی که داریم میگیم یه خورده فرق میکنه، یعنی قابلیت تولید مثل خود. خب که اینو بهش میگیم اون حدزن ثبات. این تو طبیعت به ما نشون میده که چقدر ما جای بازی داره این چیزی که اسمشو میذاریم ثابت. خب وقتی این وجود نداره چقدر اختلاف ایجاد میشه. یه لحظه به این فکر بکنید، یه مفاهیم بسیار نه اینکه ساده ولی تخصصی بنیادی برای علوم مشخص. مثلا شما راجع به سبک‌های ادبی صحبت می‌کنید. خب یه مثال خیلی ساده نیست، باز مثال دم دستیه، من نمیدونم چقدر مطالعات فلسفی دارین ولی میخوام بدونید که چقدر این تعریف میتونه متفاوت باشه. ما توی نگاه فلسفی دو تا دیدگاه در واقع یه جوری متضاد داریم، یک دیدگاه رئالیستی، یک دیدگاه ایدئالیستی. خب رئالیست ها به موجود و وجود باور دارن، ایدئالیست ها به یک در واقع عالم ماهیت باور و اصالت قائلن. خب این ساده ترین چیز تعریفشونه، نمیخوام وارد چیزشون بشم چون مثال اینجا مهمه. در همین الانی که داریم صحبت میکنیم اگر ادبیات مثلا این دانشمندها و فیلسوفها و منطقدانها و اینهایی که این شکلی طبقه بندی میشن رو بخونید، دسته افراد هستن که معتقدن افلاطون و ارسطو به عنوان دو تا در واقع متفکری که دیدگاه‌های کاملا متضاد همدیگه داشتن، یعنی تقریبا امروز با دیدگاه امروز این باور وجود داره که اینها متضاد همدیگه، یعنی تقریبا هر چیزی که افلاطون به عنوان استاد به ارسطو گفته نه این شکلی نیست، دقیقاً برعکس اینه. خب توی ادبیات که نگاه بکنید یک سری هستن که افلاطون رو ایدئالیست و ضد رئالیسم میدونن، یه عده دیگه هستن میگن اتفاقا نه، با همین تعریفایی که از رئالیسم و ایدئالیسم صرفا با برداشت متفاوت ارائه میدیم، اتفاقا افلاطون کاملا ایدئالیسته و ضد رئالیسته. در مورد ارسطو هم عیناً همین، یعنی اون که فکر میکنه افلاطون ایدئالیسته میگه ارسطو رئالیسته، اونی که میگه چی میگن ارسطو ایدئالیسته میگه افلاطون رئالیسته، دقیقاً متفاوت. و اینا همشون از یه ادبی، از یه چیزنا، یک تخصصن، یک خواستگاه نه لزوما فکری ولی بنیادی هن. همشون دارن مثلا راجع به چه میدونم هستی شناسی در فلسفه و منطق و اینا صحبت میکنن، یعنی در نگاه آنتولوژی که اونجا رو راجبش بحث میکنن.
اینو میخوام بهتون بگم که ما وقتی یه حدزنی به عنوان اون امکان تولید مثل داریم، این چقدر به ما در نامگذاری ها کمک میکنه و خیلی از اختلافات رو میتونه کم کنه و کم شدن این اختلافات خودش میتونه چقدر کمک کننده باشه در همین فرایندی که ما بهش میگیم فرایند تکامل. یعنی اون فرایند تکامل میتونه نقشش رو توی یه سری جنبه ها بازی کنه. حالا بعدا شاید متوجه بشید منظور من چیه. یه سری جاهایی که نام ها این شکلی مشکل دارن، فرآیند تکامل هم دچار مشکل میشه، چون با تو اینجاها باید با باور ماهای کار بکنه که مثلا اعتقاد داریم این رئالیست، اون ایدئالیست، این حرفا، و این باورها یکسان نیست. خب و این بیس غیر ثابت باعث میشه که این سیستم تکاملی اونجا به نظر میاد که درست کار نکنه. نه که درست کار نکنه ها، لزوما باعث بقای اسلحه نشه. خب اسلحه منظورم نیست تا اسلح، خب اون موجودی که اسلح هست نشه. امیدوارم تا اینجا پیش اومده باشیم. ما میریم سراغ بخش آخر صحبت که حالا ببینیم چه استفاده‌ای میخوایم از این مباحث بکنیم و این ثبات و تغییر و این چه چیزی مشخص میکنه این حد ثبات و تغییر رو چجوری در واقع میتونه به ما کمک بکنه. توی این سیری که گفتم وجود داره، یعنی از اون سلول اولیه تا این جایی که الان ما هستیم، خب گفتم یک پیوستگی وجود داره. باور تکاملی، ما با باور غیر تکاملی کاری نداریم که میگه هر کدوم از اینا دقیق همینجوری به وجود اومدن، خلق شدن، چی شدن. فرض میکنیم ما الان داریم راجع به باور تکاملی صحبت میکنیم. توی باور تکاملی یک پیوستگی این چنینی وجود داره از اون سلول ابتدایی تا اینی که ما الان داریم راجع بهش صحبت میکنیم. فرض میکنیم انسان، حالا با فرض اینی که انسان الان چه میدونم بهترین موجودی که در حال حاضر وجود داره، با فرض این موضوع البته. خب چون به نظر من الان انسان تنها موجودیه که میتونه خیلی زیاد حرف بزنه و خودشو سرگرم بکنه، یه مقدار هم هدف تعیین بکنه که دنیا رو نابود کنه. این کارکردهای انسان فعلا اینه. اگر بپذیریم که این پیوستگی این شکلی وجود داره، درست، و این رو هم بپذیریم که یک سیستم تعیین ثبات هم هست، یعنی به نظر میرسه اگه این سلول ابتدایی تا این حالا انسان رو خود میگم فرض میکنیم و فکر نکنیم من الان این صحبت که دارم میکنم منظورم اینه که این سلول تکامل پیدا کرده تا برسه به انسان. اینی که میگم منظور این نیست، اینو باز تاکید میکنم. ولی تو این سیری که اتفاق افتاده و به اینجا رسیده و گفتیم اینی که ثبات کجا تعریف بشه، یه سری حدهایی داره که اسمش تولید مثله. یعنی همه این طیف شامل اون هر نقطه‌ای روش بذاری لزوما این نبوده که این نقطه یه گونه بوده، یه چیزی که شما میتونی اون حد رو بهش بزنی. یه سری از این جاهای طیف احتمالاً بینابینی هستن، اصلا به اینا میگن گونه‌های بینابینی. اینا تعریف دارن توی حوزه زیست شناسی. نمیخوام باز تخصصی وارد این داستان بشم، ولی اگر همین رو بپذیریم که این طیف هست و یک جاهایی روی این طیف اون موجوداتی هستن که ما براشون یک اسم مشخص میذاریم، اینو یک گونه مشخص میذاریم، اون ثابته در نظر میگیریم، خب و اینا میتونستن تولید مثل کنن، مثل خودشون رو ایجاد بکنن، جمعیتی درست بکنن که حالا این جمعیت روش تکامل اعمال بشه، تبدیل بشه به یک موجود دیگه، به یک ثبات دیگه، به یک گونه دیگه. اگر این رو بپذیریم، خب یک مفهومی اینجا فوق‌العاده اهمیت پیدا میکنه. یعنی ما اگه بخوایم یک چیزی رو راجبش صحبت کنیم، بگیم که این احتمالاً مثلا تکاملش به چه صورت بوده، یا در روند تکامل چه مسیری رو احتمالاً طی کرده، به یک تعریف، به یک نقطه بسیار مهم و اساسی احتیاج داریم.
اینو میگم چون بعید میدونم به صورت سوال اگه مطرح بکنم به جواب مشخصی برسه و این مفهومی که دارم میگم یک مفهوم، یک تعریف به این شکلی که دارم ارائه میدم کاملا مال خودمه، نه اینکه قبلا این ارائه نشده، در جای دیگه با یه مقداری تغییر در واقع ماهیت در فلسفه ذهن مطرح شده، ولی با اینکه میگم متفاوت. ما یک چیزی داریم به اسم مفهوم بودگی. من اسمشو میذارم مفهوم بودگی. نه ناامید نشدم. موضوع اینه که این حتی اگه خودم هم میپرسیدن احتمالاً این دور از ذهن. بودگی یعنی چی؟ یعنی شما هر جایی روی این طیف تکامل رو خب دست بذارید، یک موجودی که بخواید این رو به عنوان یه موجودی که توی این فرایند تکامل به وجود اومده، از یه چیز دیگه‌ای به وجود اومده و تبدیل شده به یه چیز دیگه، اینجوری در نظر بگیرید، باید بتونید اون شکل بودن اون موجود رو که من اسمش میذارم بودگی اون موجود، با توجه به ویژگی‌های خودش، کارکردهای خودش و در نهایت تولید مثل از خودش، چون ما اینو به معنی از پذیرفتیم دیگه، گفتیم که این حد رو تولید مثل داره مشخص میکنه، به واسطه اون بتونید توضیح بدید. اگر تونستید این توضیح رو بدید، یعنی با یک دیدگاه تکاملی در یک فرایند تکاملی یک عنصر، یک موجود، یک گونه، یک ثباتی رو شناسایی کردید. اگر نتونید توضیح بدید، خب یعنی باید متوسل بشید برای توضیح دادن این به مفاهیم دیگه، به چیزهایی که جنبه تکاملی احتمالاً ندارن. درست؟ یه مثال میزنم، یه خورده جنبه غیر زیستی داره، شاید اینجا اصلا جنبه غیر زیستی کمک بکنه. خب باید البته فلسفه خونده باشید، بیشتر از اون باید منطق خونده باشید یا مثلا فلسفه تحلیلی خونده باشید تا یک سری مثال هایی که میزنم رو درک بکنید. اینکه از مثل خودش تولید شده باشه مهم نیست. چرا مهمه؟ دقیقاً منظور اینه که از مثل خودش تولید شده باشه. یعنی این بودگی دارم میگم یه جنبش اینه که این باید خودش رو تولید کرده باشه. خودشه، نه که خودش دقیقاً خودشه، یعنی یه چیزی مثل خودش. خیلی اوقات ما این شرایطی داریم، خب اصلا توی فلسفه این هست، بهش میگن شرطی های خلاف واقع. این کلمه بودگی یه اصطلاحی وجود داره توی فلسفه ذهن، ایز، هم آی اس به عنوان است بودن، که این آی اسش رو بزرگ می نویسن، هم آیش هم اسش. این رو یکی از این دانشمندای فلسفه ذهن توی اون هیته مطرح کرده و اون رو تقریبا به همین در که آره همین چیزی که نوشتید تقریبا در این چیزی که من گفتم ازش استفاده میکنه، البته نه دقیقاً. اونجا بهش میگه که در این جهان بودگی، یعنی میگه وقتی ما یه چیزی رو تصور میکنیم، یک در این جهان بودگی با توجه به همه شرایط موجود و این چیزی که برش حاکمه و تأثیراتی که خودش میتونه رو چیزای دیگه بذاره داره، به اون ماهیته میگه اون ایز اون موجوده. خب گفتم یه چیزایی داریم بهش میگیم شرطی های خلاف واقع. خب این شرطی های خلاف واقع یک مثالی میتونن باشن از همین چیزی که من به عنوان بودگی اینجا مطرح میکنم. خب و میتونیم برای متوجه بشیم که وقتی راجع به تکامل صحبت میکنیم چرا اینا اهمیت پیدا میکنن، که من تاکید میکنم که اصلا این مفهوم بودگی یک مفهوم اساسی توی حوزه تکامل، درک تکامل، به خصوص درک غیر زیستی تکامل. این شرطی های خلاف واقع اینجوری هستند که یک چیزی رو واسه شما ترسیم میکنن که همه چیز به نظر توش واقعیه، خب همه المان ها واقعیه، رفتار طبیعی داره، ارتباط طبیعی داره، منطقیه، خب برای شما قابل درکه. یه چیزی توش خلاف واقعه. خب
سادهش چه شکلیه؟ یه سری وقتی فیلم ببینید و فیلم‌های تخیلی و این چیزا ببینید خیلی با این مواجه میشید. اونجا بدترین جاییه که چون میتونه اینو به تصویر بکشه، این ذهنیت‌ها رو کلا نابود میکنه. اینجوری به نظر میاره که این خلاف واقع ها میتونن واقع باشن. مثلا اینی که همیشه این سوال هست که شما اگر این مسیر رو در زندگی انتخاب بکنید و این یکی مسیر رو در زندگی انتخاب بکنید به چه نتایجی میرسید؟ واقع اون چیزی که شما انتخاب کردید و درش حرکت کردید. خلاف واقع که در واقع سوالش میشه همین، اگر اون کار رو کرده بودم چی میشد؟ به میگن شرطی خلاف واقع. اگر اون کار رو کرده بودم چی میشد؟ شما هیچ وقت هیچ راهی برای فهمیدنش ندارید، حتی در ساده ترین شکل ها. من یک مسیری رو رفتم و مثلا ناموفق بودم. آیا اگر در اون لحظه‌ای که این تصمیم رو گرفتم، مثلا چه میدونم برم در دانشگاه رشته X بخونم، اگه رفته بودم در دانشگاه دیگه رشته Y خونده بودم، موفق میشدم دوستان. اون یه شرطی خلاف واقع. خب هیچ موقع نمیتونیم اینو متوجه بشیم. خیلی از شرایطی که ما با این دید تکاملی میتونیم صرفاً با همین نگاه، همین سوالی که از خودمون بپرسیم، اینه که آیا این در یک روند تکاملی داره راجبش صحبت میشه، اینه که همین سوال از خودمون بپرسیم که آیا شما با یک سیر منطقی میتونید قبل و بعد اون نقطه‌ای که دارید راجبش سوال میکنید رو مشخص بکنید؟ اگر یک چیزی به شما نشون بدن خب که این خلاف واقعه، درست؟ میتونیم کاملا اسمشو بذاریم تخیلی، علمی تخیلی یا هر چیز دیگه. آیا میشه اصلا راجع به این در واقع یک نظریه، یک نگاه، یک منظر تکاملی این چنینی ارائه داد؟ شدنی هست یا نه؟ اگر بتونیم به این سوال این شکلی جواب بدیم که بله شدنیه و این قبل و بعد رو یه جوری بر خودمون تصور بکنیم، یعنی اون رو توی اون پیوستگی بیاریم، این منظر میتونه یک منظر تکاملی باشه. ولی اگه نتونیم یک قدر اونجا وارد بکنیم، این از اون منظر تکاملی ما خارجه. اصلا میتونیم راجبش فکر نکنیم، کلا بذاریم کنار. مثل اون شرطی های خلاف واقع تقریبا کارکردشون همونه. خیلی از این مثال های ذهنی که باز توی حوزه های نظری مثل فلسفه مثل این ازش استفاده میشه همین ویژگی ها رو دارن. خب اون آزمایش ذهنی اینها رو مطرح میکنه. این آزمایش های ذهنی چون شما نمیتونید یک جنبه واقعی به این بدید، نمیتونید این رو بیارید توی حوزه طبیعی جوری که از محیط تاثیر بگیره و بتونه به صورت منطقی و طبیعی هم روشون تاثیر بذاره، ترسیم بکنید، خب توی این فرایند تکاملی شما وارد نمیشن. نمیدونم چقدر متوجه، یعنی موفق شدم این موضوع رو توضیح بدم. قبول دارم که البته موضوع پیچیده‌ایه، ممکنه یک سری جاهایی دوباره لازم باشه برگردیم راجبش صحبت بکنیم. خب ولی باز به صورت کلی در یک تعریف کلی وقتی میگیم یک چیزی بودگی داره، یعنی اینی که میتونه توی این طیف یک جایی خودش رو در واقع تعریف بکنه، توضیح بده با همین ویژگی‌های تکاملی که گفتم. یعنی خودش داره مثل خودش رو تولید میکنه و شرایط اینگونه بودن خودش رو با ویژگی‌های خودش، همون چیزایی که خودش توی اون فرایند تولید مثل داره توضیح میده، نه هیچ چیز دیگه. هیچ چیز دیگه ای نمیتونه وارد این فرایند بشه، هیچ چیز دیگه اصلا لازم نیست وارد این فرایند بشه. اگر شما لازم شد وارد کنید، اگر احتیاج شد یه همچین جایی چیز غیر تکاملی وارد بکنید، یعنی از اون پیوستگی تکاملی و اینها خارج شدید. خب یکی از مثال هایی که میتونم بزنم
یعنی این چیزیه که جلسه بعد میخوایم ادامه بدیم مبحث رو باهاش. همین داستانه. وقتی ما به یک پیوستگی این چنینی قائل باشیم، خب مثل بعضی از نظریه‌های حوزه تکامل، حتی تو قسمت زیستی و تا یه حدود خیلی زیادی متافیزیکی و باوری، خب این رو همیشه داشتیم که میخواستن یه قسمتی از تکامل رو باور کنن، یه قسمتیش رو باور نکنن. یعنی بگن خب از یه جایی تکامل کار کرده، از یه جایی به قبلش مثلا یه شکل دیگه بود. ما روی این طیف، روی این پیوستگی هیچ یک همچین جایی نمیتونیم داشته باشیم. یعنی شما هر جایی رو روی این طیف تصور بکنید، از موجود پیچیده ترین موجود امروزی تا ساده ترین موجود ابتدایی که شما بهش بتونید بگید موجود حیاتمند، این پیوستگی این چنینی وجود داشته و هیچ چیزی نمیتونسته اینو قطع کنه. اگر یه جایی قطعش کرده یعنی که اون حیات در واقع از بین رفته، منقرض شد. هیچ راه دیگه ای واسش نیست. حالا میشتن انکار روح و ذهن، نمیخوام فعلا راجبش بحث بکنم، ولی اگر لازم شد یک جایی همچین مفاهیمی وارد بکنید در داستان، احتمالاً یه جای کار اشکال داره. نمیخواستم دقیقاً اونو برسونم، ولی حالا روح و ذهن و مثلا روان اینم شاید بد نباشه. فکر میکنم برای امروز کافیه و تقریبا به اون جایی که باید رسیدیم. ولی باز اگه سوالی باشه جواب میدم. نوشتم بحث زیست شناسی فاصله گرفته کمی پیچیده شد. ما اصلا تو این دوره قرار نیست راجع به زیست شناسی صحبت کنیم، یعنی تکاملی که ما راجع بهش داریم صحبت میکنیم توی این دوره مشخص زندگی تکاملی اصلا قرار نیست بیس زیست شناسی داشته باشه. باز این رو تاکید میکنم، معنیش این نیستش که تکامل یه چیز غیر زیستیه. تکامل کاملا بنیان زیستی داره. اینی هم که دارم میگم اگر راجبش بیشتر صحبت بکنیم، فکر بکنیم، باز بنیان و جنبه زیستی داره. من فقط اینو جوری مطرح میکنم برای عمده دوستانی که الان هستن توی جلسه و زیست شناسی نخوندن و زیست شناسی نمیدونن، قابل در واقع پیگیری و فهم باشه. ولی فکر کنم در درختان داروینی همینجوری جاهای ناقیاسی وجود داره که شواهد فسیلی کافی پیدا نشده. این داستانی که میگم به شواهد فسیلی خیلی ارتباطی نداره. میدونید شما میتونید یه شواهد فسیلی داشته باشید، بله درسته، اون داره به صورت تجربی اینو چیز میکنه. اینی که دارم میگم وقتی ما میخوایم مفهوم سازی بکنیم، داریم در واقع سیر منطقی رو طی میکنیم. خب وقتی یک منطقی حاکمه بر این داستان، ما باید بتونیم کل این پروسه رو، کل این پیوستگی رو با همون منطق توضیح بدیم. در واقع میخوایم ببینیم اون منطق واحد چیه و وقتی فهمیدیم اون منطق واحد چیه، تقریبا تونستیم تعریفش کنیم، ببینیم خب حالا مکانیزم کارش چیه. این یه مقدار زیادی با داستان فسیلی فرق میکنه. اون بحث تجربی رو به ما میده. این فسیل ها کارکردشون به واقع، اگه بخوایم واقع گرا باشیم، تا اینجاست که شما رو به باور تکاملی برسونه. یعنی به این باور پیدا بکنید که موجودات به نظر میرسه به صورت ثابت خلق نشدن و توی یک روندی خب این تغییر اتفاق افتاده و موجودات پیچیده تر به وجود اومدن. عملا کارکرد فسیل ها نمیتونه بیشتر از این باشه. خب حداقل الان من معتقدم که هیچ وقت بیشتر از این نمیتونه باشه، ولی اگر بخوایم در واقع به این قائل باشیم که ما میتونیم اینقدر شواهد فسیلی پیدا بکنیم که همه این سیر رو از ابتدای حیات تا الان دقیقاً با فسیل ها نشون بدیم، و یه بحث دیگه. شما میتونید به این اعتقاد داشته باشید، اعتقاده. من باورم اینه که ما هیچ وقت به اونجا نمیرسیم. برای همین شواهد فسیلی نه اینکه مهم نباشن، ولی هیچ وقت نمیتونن یه مثلا فیلمی با همه پلان ها رو به ما ارائه بدن که ما بتونیم اینو بذاریم برای یه کسی که باور به تکامل نداره، بگیم خب نگاه کن ببین این روند از
ابتدای پیدایش در چه شکلی بوده. برای همینه که من با همه خب احترامی که قائلم برای کسایی که کار ترویجی انجام میدن توی حوزه تکامل، توی چیز سعی میکنن اینا رو ساده سازی کنن، ویژوالایز کنن، همه این کارا رو بکنن، با این داستان بسیار مشکل دارن که شما وقتی یک چیزی رو خب از تخیل خب و وهم خودتون خارج میکنید و این رو تبدیل میکنید به یه چیز بصری، یک فیلم، حتی یک نوشته، حالا با نوشته ها کمتر کار دارم چون امکان تفسیر رو میدن، ولی یک تصویر، یک انیمیشن، یک فیلم، این امکان در واقع تفسیر رو بسیار بسیار کم میکنه. در واقع توهم شما تبدیل میشه به واقعیت یک سری افراد دیگه که اگه راجبش فکر نکنن اون رو به عنوان یک واقعیت میپذیرن. میدونید؟ و وقتی شما چیزی به عنوان واقعیت بپذیرید، ابتدایی ترین مشکلش اینه که اون باوره تغییرش بسیار بسیار سخت خواهد، چون برای شما یک واقعیته. میدونید؟ بقیه چیزا روش سوار میشه و وقتی بقیه چیزا سوار شد یک مجموعه منسجم درست کرد، به این راحتی نمیشه تغییرش داد. یه سری چیزایی که در واقع تخیلیان، فردیان، باید توی اون هیته باقی بمونن. یعنی افراد باید خودشون بتونن اون تخیل رو بسازن. حتی اینی که این تخیل ها شبیه هم نیست، این اصلا خودش یه ویژگی، یه در واقع ایجاد تنوع برای اینی که اون فرایند تکاملی بتونه کار کنه. وقتی شما این رو یکسان میکنید یه جوری این رو میگیرید، این امکان رو میگیرید. حالا راجع به این داستان خیلی میشه بحث کرد. ما راجع به کاربردهای غیر زیستی صحبت میکنیم دیگه. ببین الان ما داریم تعریف رو تا جایی ممکن به صورت غیر زیستی در میاریم تا برسیم به اینکه خب حالا این تعریف غیر زیستیه باید توی فکر ما چه تغییری ایجاد بکنه. ما داریم منظر رو عوض میکنیم دیگه. احتمالاً حالا توی جلسه قبل اگه نبوده باشید تو همین جلسه، چون عمده این کار تو این جلسه اتفاق افتاد، توی جلسه قبل رسیده بودیم در نهایت به همون تعریف بنیادی غیر زیستی. ولی امروز پیش اومدیم الان به اینجای رسیدیم که خب حالا این تعریف غیر زیستیه وقتی یه خورده توش جلوتر میریم، یه خورده المان‌های دیگه‌ای بهش اضافه میکنیم، نگاه ما رو چه تغییری میتونه بده. و جلسه بعد این رو ادامه میدیم چون این مفهوم بودگی خیلی مفهوم مهمیه راجع به این موضوع. ما جلسه آینده این مفهوم بودگی رو باز راجبش بیشتر صحبت میکنیم و میپردازیم مشخصا به بحث پیوستگی بین موجود و محیط که نکته باز بسیار مهم و کلیدی در درک مفهوم غیر زیستی تکامله.